بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آیت 11 از الله حکم دیگر بیان میکند که موضوع افک است. افک دروغ بزرگی که یا تهمت بزرگی که به بالای عایشه رضی الله عنها صورت گرفتگی است. قبلا چند احکام در صورت نور هدفش احکام و قوانینی که جامعه را و معاشره را از فساد بی‌حیایی و زنا و بی‌حجابی پاک میکند، یعنی به خاطر حفاظت آبرو و عزت مسلمان ها الله صورت نازل کردگی است که مؤمنین باید به این عمل کنند و احکامش فرض است. اول حکم کسی که زنا میکند این را بیان کرد و ما این را گفتیم که اگر کسی که مجرد از چیز جرمش و اگر کسی که عروسی کرده زنا میکنه و بعد از اینکه دلایل شواهد ثابت میشه چی جزا داره. در دوم حکم الله را بیان کرد که در تطبیق حدود الله شفقت نکنین. اگر با الله و روز قیامت ایمان داره حدود تطبیق کنه. بر مؤمنین عام حکم صادر کرد که زناکارا را جزا بده. زمانی که دولت و حاکمیت وجود داره اونا مأمور هستند که حدود تطبیق کنند. اگر نیست مؤمنین مکلف است که یک حکومت قوی را ایجاد کنه که حدود تطبیق کنه. یک فریضه است مثل نماز و فرض است. و سوم حکمی را بیان کرد که در وقت عذاب دادن کسایی که حدود به بالاشان تطبیق میشه جماعت از مؤمنین حاضر باشد تا که پند بگیرن و دیگرها او را ببینن. و چهارم حکمی بود که عادت زناکارایی است که وقتی که زنا میکنن به همراه زن زناکار یا مشرکی کار انجام میدن. این عادت با بالای مؤمنین حرام است. نباید مؤمنین با مرد و زن زناکار علاقه ازدواج داشته باشند. ارتباط ازدواج ممنوع است. تا بعضی کسا مثل عبدالله ابن مسعود میگه که اگر مرد زناکار با زن زناکار ازدواج کرد او زانی است، نکاح صحیح نیست. و همین قسم مذهب امام احمد ابن حنبل است. و پنجم حکمی کسایی که تهمت میکنن انسانای پاک دامن به زنا متهم میسازن با شاهد نمیارن. جزایشان چی است؟ 80 دوره زده شود. کسی را متهم به زنا ساخت باید 4 شاهد بیاره. اگر نآورد اون 80 دوره زده شود. و ششم حکمی که اگر یک شوهر خانم خود متهم به زنا میکند باز حکمش فرق میکند. این تو نیست که اگر 4 شاهد آورد خوب نآورد دوره زده میشه. این باز گپش است که 5 نوع قسم به بالایش میآید. 5 قسم قسم میخورد. اگر میخواه که از این تهمت از جزای از این تهمت که 80 دوره است نجات پیدا کنه. و اگر زن میخواد عذاب از خود دفع کند، اگر زن سکوت کرد و سنگسار میشه. اگر نه که میخواد خود نجات بده 5 قسم یوم بخوره و در پنجم بار بگوید که غضب الله به بالای من که ما اگر شوهرم راستگو باشه. خب موضوع لعان میگن ایران بیان کرد. هفتم حکم مسئله افک الله در اینجا بیان میکند. افک امو دروغ بزرگ و کلانی که تهمت بزرگی که به بالای ام المؤمنین مادر مؤمنین عایشه رضی الله عنها صورت گرفت و منافقین این کار کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار غم عظیم رفته بود. یک مصیبت کلان تا یک ماه در مصیبت بود. پیامبر صلی الله علیه و آله خانواده‌اش وحی هم نازل نمیشد تا اینکه الله براءت عایشه را از بالای 7 آسمان ها نازل کرد و گفت که عایشه بری است از این گپا. و این کسایی که گپا گفتن اینا بعضش در اصلش منافقین بود و بعض مؤمنین هم متاثر شده بود. ضرر منافق در جامعه اسلامی بسیار زیاد است به مؤمنین نسبت به کافران، زیرا کافر خود صفش جداست، منافق بسیار ضرر میرسانه. الله می فرماید در ارتباط واقعی افک ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، بدون شک کسایی که آمدن بالافک با یک دروغ بزرگ
تهمت و بهتان به بالای عایشه رضی الله عنها عصبت منکم، یک جماعتی از شما است، یک جماعتی است از شما که منصوب است به طرف شما. لا تحسبوا شر لکم، گمان نکنین این را که بد است از برای شما، بل هو خیر لکم، بلکه خیر است از برای شما. همین حادثه بر خیرتان است. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، برای هر یک شخص از این کسایی که بهتان کردن ما او جزای است اکتسب که کسب کرده من الاثم از گناه. والذی تولی کبره، و آن شخصی که تولی عهدهدار شدگی است یا انجام دادگی است کبره و بزرگترین گناه را، یعنی بخش بزرگ تهمت عهدهدار شده. منهم از همین کسا له از برای شخص عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگ است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، چرا وقتی که شنیدین شما مؤمنین یمی بهتانا، ظن المؤمنون گمان نکرد مؤمنین، والمؤمنات و زنهای مؤمن، یعنی چرا گمان نکرد مردها و زنهای مؤمن وقتی که گپ شنیدین به انفسهم با یکدیگر خودان خیرا خیر را، وقالوا هذا افک مبین، چرا نگفتند که یک دروغ آشکارا است، یک بهتان آشکار است. لولا جاءوا علیه باربعة شهداء فإن لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون، چرا ناوردن این انسانها هم منافقین و غیره علیه بمی تهمت خودان باربعة شهداء، 4 گواهان به تهمت زنا، چرا 4 گواه را ناوردن؟ فإن لم یأتوا بالشهداء، وقتی که نبیارن به 4 گواه، فاولئک اینمی کسا عند الله بنزد الله هم الکاذبون، اینا دروغگویا هستند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، اگر نمی بود فضل الله به بالای شما مؤمنین و رحمتش فی الدنیا در دنیا و الآخرة در آخرت، لمسکم حتمی میرسید به شما فیما افضتم در آنچه که داخل شدین فی درو و تهمت کردین، عذاب عظیم، عذاب بزرگ براتان میرسید. فضل رحمت الله مانی عذاب شد. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، زمانی که گرفتین شما امی بهتان را بألسنتكم به زبانهایتان، یعنی حقیقت نداشت، یکی به زبان دیگه نقلش میدادین، شایع میکردین. و تقولون میگفتین بافواهکم به دهانهایتان ما آن سخنای را لیس لکم به علم که نبود برای شما به او علم و دلیل، یعنی حقیقت آگاهی نداشتین. و تحسبونه هینا، گمان میکنین شما مؤمنین امی بهتان را هینا، یک چیزی آسان، چیز کوچک، یعنی گناه کوچک فکر میکردین. و هو عند الله عظیم، در حالی که پیش الله بسیار بزرگ است گناهش. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم، چرا وقتی که شنیدین شما امی بهتان قلتم، لولا قلتم، چرا نگفتین ما يكون لنا، جایز نیست، مناسب نیست برای ما ان نتکلم بهذا، یک تکلم کنیم به این، نباید ما دهان خدا به این گپا باز کنیم. سبحانك، پاک هستی تو یا الله، هذا بهتان عظیم، بدون شک امی افک و افترا یک بهتان بزرگ است. یعظکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا ان کنتم مؤمنین، وعظ میکند شما را الله، منع میکند، میترساند شما را الله، ان تعودوا، این که بازگشت بکنین شما لمثلی، از برای مثل ازی، الله شما را میترساند، منعتان میکند که دیگه بازگشت نکنید به مثل ازی ابدا، همیشه. این کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارین، ایمان شما تقاضا میکند که دیگه با بهتان و افترا و این گپا نرین. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، وضاحت میدهد الله برای شما دلایل را، احکامات خدا بیان میکند. والله علیم، الله علیم است، حکیم صاحب حکمت است، در هر حکمش حکمت ها و فواید وجود دارد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون، بدون شک کسایی که دوست دارند که شایع شود، نشر و پخش شود، الفاحشه، بی‌حیایی، تهمت و بهتان و زنا، فی الذین آمنوا، در جامعه مؤمنین، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای زنا عذاب دردناک در دنیا و آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما علم ندارین. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ان الله رؤوف رحیم، اگر نمی بود فضل الله به بالای شما و رحمتش و اینکه الله شفقت کننده و مهربان است، حتمی عذاب به بالایتان می رسید. پس این 10 آیت
مستقیم ارتباط داره و 8 آیت دیگر هم الله در برایت عایشه ادامه میده و بیان میکنه. خب این بود ترجمه تحت لفظی است. تفسیر از این آیت چی است و سبب نزولش چیست؟ یک سبب نزول است که کتابتان بیان کرده است، یعنی چرا آیات ها نازل شد، به چی خاطر نازل شد، چی سبب بوده، چی حادثه صورت گرفته. بسیار او را امتو کوتاه بیان کردگی است و شاید در کتابتان میگه فشرده این قصه، فشرده واقعی است سبب نزولش. انشاءالله ما امروز میخواستم که یک حدیث از در بخاری بسیار دراز است و خوب است که او را بیان کنیم. عایشه رضی الله عنها او را روایت کردگی است و دیگه برای براعت عایشه دیگه صحابی هم گپ میزنن، 10 تابعی نقل میکنن، 6 صحابی دیگه حدیثه که آیت ها درباره عایشه است. 6 صحابی، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، جابر ابن عبدالله و غیره. انشاءالله باز اونا را ما صبح براتان و حدیث بخاری دراز است یک ذره، ولی ضرور است که اینجا بیان شود و را براتان میگیم. امروز نشد. امروز امی سبب نزولی که در کتابتان آورده حدیث بخاری است ولی فشرده، یعنی بسیار کوتاه بیانش کرده. و وی است که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که در جنگ ها می رفت خودش میفهمین که 13 سال در مکه بود، 10 سالی که در مدینه بود. سیاست خارجی رسول الله صلی الله علیه و دولتش چون که حکومت جور کرده بود، سیاست خارجی جهاد و قتال بود. رسول الله صلی الله علیه و در جنگ ها شرکت میکرد علیه کفار مشرکین. در یکی از جنگ ها که غزوه بنی مصطلق میگن در سال 5 یا 6 هجری صورت گرفتگی است یا 7 است والله اعلم. در می جنگ ها، در جنگ هایی که میرفت رسول الله صلی الله علیه و قرعه کشی میکرد در بین خانمایش، یکی از خانمای خدا انتخاب میکرد به خاطر که خفه نشن. در این جنگ عایشه رضی الله عنها نامش برآمد، ام المؤمنین، مادر مؤمنا. و عایشه یکی از خانم هایی است که از رسول الله صلی الله علیه و دختر ابوبکر صدیق از خلیفه اول مؤمنین و دیگه از جمله خانم هایش است که دختر بود، باکره بود. دیگه تماما خانم هایش بیوه بودگی است، یک ای دختر بوده. نوبت ازی بوده در جنگ در غزوه بنی مصطلق و ای به امرایش در جنگ می روه. وقتی که رسول الله هم جنگ خلاص می کند پس میاد در نزدیکی مدینه در جای می رسد استراحت می کند، یک ذره یعنی ماندگی خودم قانون می گیرن، قافله استاد میشه. عایشه رضی الله عنها میگه که ما قضای حاجت به ما پیدا شد، ضرورت انسانی، بیرون رفتم، پس که آمدم یک گردن بندم گم شده بود. یا باز رفتم پشتم گردن بند میپالیدم تا که را پیدا کردم. وقت گرفت رسول الله هم با صحابه حرکت کرده بودن، رفته بودن. چون که عایشه بسیار بدنش هم سبک بود و در مکجاوا می بود در شطور، اینا مکجاوا را ماندن، فکر کردن که دمی باشه، نفهمیدن که در کجاوا نیست. وقتی که دونا رفتن عایشه آمد که کسی نیست. بعد از او در جای خود میشینه، میگه که شاید که یک کسی بیاد مرا بپالن و من در جایم باشم، بهتر است که پیدایم کنم. ولی یک قانون داشت رسول الله صلی الله علیه و که باز در جنگ ها که می رفت و می آمد در آخر یک نفر میمون، کدام کسایی که در آب میمون اونا را می آورد. که یکی از این صحابی ها صفوان نام داشت، صفوان ابن معطل سلمی. این صحابی جلیل القدر است. این در مؤخر میاد میبینه که نزدیک صبح شدگی است که یک تاریکی است، یک نفر معلوم میشه و عایشه را خواب برده بود. وقتی که میبینیش این وقت است که حجاب هم نازل شده، میشناسیش، چون که پیش از حجاب حکمش نامده بود. کل این صحابه خانم های رسول الله هم میشناختن، در بیرون میدیدن، جایی که اونا میگشتن. وقتی که میفهمه که خانم رسول الله است، عایشه میگه که گفت که انا لله و انا الیه راجعون. فقط یادی که چی مصیبت که خانم رسول الله هم مانده. شتر پایین میکنه، عایشه بالا میشه، دیگه هیچ گپ نمیزنن. وقتی که میان دیگه روز شدگی در مدینه میرسن، در سر شتر دیگه عایشه سی و امرایش است. اینجاست که رئیس منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول ای میبینه ای را، میگه اوه سایکو،
میگه اینا ای خانم پیامبر است که او خود منافق بیدین بود، به ضد پیامبر بود و از خدا میخواست که میت یک حادثه پیدا شد. گفته که ای به امرایش آمده، نه حتمی کدام گپ شده و این گپ میگه که این نماندگی است، این با حالت خود باقی نمانده، چطور تنها آمده؟ این گپ به دیگرها میگه و این را شایع میکنه و شایع میکنه تا اینکه کلگی از این گپ خبر میشه و بعض مسلمان هم مثل حسان ابن ثابت، مستح ابن وساسه و حمنه، یکی از حمنه بنت جحش، یک خانمی است که بر زینب خانم رسول الله صلی الله علیه و است، بر از او خواهرش میشد، یعنی خیاشنی رسول الله صلی الله علیه و اینا همی زمزمه میکنن که اینا چطور شدگی است. یعنی در اصل منافق قرار داره، مسلمان هم تحت تاثیر سخنهای منافقین قرار میگیرن و تهمت میکنن که یا زنا کردگی است. این تهمت دیگه شایع است، عایشه رضی الله عنها خبر نداره تا اینکه در آخر خبر میشه، تا اینکه باز اشک از چشمایش میریزه و الله این آیت نازل میکند به خاطر براعتش، براعت و پاکی عایشه. عایشه از این گپا پاک است و این کسایی که گپا گفتن تهمت کردن. اینا بر ما شما درس میده تا که ما شما یک چیز ندیدیم نباید، خصوصا در موضوعی که تهمت ها است، نباید قضاوت بکنیم و نباید فیصله کنیم، سکوت کنیم، خصوصا درباره مؤمن و کسی که باید بسیار پاک دامن است، از او قبلا کدام گناهی را ندیدیم، کدام گناهی را ندیدیم، اولین بار یک تهمت به بالایش میشه و شما او گناه را ندیدیم. درباره از این باید بسیار محتاط باشیم. و دیگه این که او هم که باز خانم رسول الله صلی الله علیه و باشه و خانم پیامبر چقدر پاک می باشد، در این باره باز دیگه بسیار باید محتاط باشیم. اینا بعضی گپا را گفتن و الله این واقعه سبب شد که این آیات را نازل کند و خانواده پیامبر صلی الله علیه و درجه داد، براعت و پاکیش در قرآن نازل شد که عایشه میگه که من فکر نمیکردم قرآن نازل شود. باز با حدیث براتون بیان میکنم، میگه من فکر میکردم که شاید رسول الله یک خواب ببینه، در خوابش یک گپ بیاد، ولی اینقدر من فکر نمیکردم که الله به ما انقدر عزت بده که این از آسمان ها براعت و پاکی مرا نازل کنه. پس در اینجا الله میفرماید که ان الذين جاءوا بالافك، و این حادثه تا یک ماه ادامه داشت، زمزمه ها وجود داشت که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله یک روز آمد در مسجد گفت کی مرا از امی مردمای شرارت پیشه نجات میده، یا گپ بد میزنن. حیران بود، خود دلیل وجود نداره، شواهد وجود نداره، مردم گپ زده رای سالکی را قناعت بده چی کنی؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله وحی هم سرش بند شده بود، بسیار یک مصیبت، تا اینکه در قریب میاد که در بین انصار یک جنگ صورت بگیره و جنگ خاموش میکنه. اینجاست که بازی آیات ها نازل میشه، با رسول الله صلی الله علیه و آله پیش عایشه میره، میگه یا عایشه بشارت حاصل کو که الله برات براعت تو را از آسمان ها نازل کرده. باز مادرش میگه که بخیر سپاسگزاری رسول الله صلی الله علیه و آله بکو، بازو میگه من سپاسگزاری هیچ کسی را نمیکنم بغیر از الله، خاطر که الله بر من این آیت روان کردگی است. خب رسول الله صلی الله علیه و آله مگر که تصدیق نکرده بود ولی متردد بود، حیران بود، از هر کی پرسان میکرد، کسایی که پرسان میکرد میگفتن ما در این چیز ندیدیم، مشوره ها میگرفت از خادمای خود، از زنها، از مردها که شما درباره ازی کدام چیز شنیدین، کدام چیز دیدین، اونا میگفتن نه. به همراه حضرت علی هم مشوره کرد که چطور است. اسامه ابن زید او را هم گفت که ما از چیز ندیدیم. حضرت علی گفت که جگرخون هستی، زنها خو کم نیست، یعنی طلاقش بده، یک زن دیگر را بگی. و عایشه رضی الله عنها از علی رضی الله عنه خفه بود و عایشه رضی الله عنها به خاطر که میگفته که گپ زد که طلاقش بده، یک کمی خفه شده بود از این گپاش دیگه. اینی تو یک گپا وجود داشت و این یک غم کلام بود. این را کی ایجاد کرده؟ منافقین. حالی هم بعض منافقا همین شایعات دامن زده میره و حالی هم عایشه را با وجود که قرآن نازل شده تهمت میکنن که پسان موضوعاتش بیان میکنیم که بسیار خطرناک است. الله میفرماید ان الذين جاءوا بالافك، کسایی که آوردن بالافك، به افک.
افک گناه دروغ بسیار کلانه میگه. اقبح الکذب، بدترین دروغ گفته میشه که هیچ خبر نداری ندیدی یک تهمت بسته میکنی. و ایام در ارتباط زنا، یعنی تهمت زنا را اشاره به سیزی تهمتی که با عایشه شده بود. عصبتون یک جماعت است، جماعت از 3 تا 10 گفته میشه. منکم یعنی از جنس شماست، منکم یعنی منصوب به شماست. بعضش مؤمنین بود، بعضش منافق. منافق عبدالله ابن ابی و بعد دیگران. مؤمنینش حسان ابن ثابت که شاعر بود و دیگه مستح ابن وساسه و حمنه خیاشنی رسول الله صلی الله علیه و حسان ابن ثابت بچه خالی ابوبکر صدیق بود. اینا هستن یک جماعت از شماست، کسایی که این بهتان الله میگه کردن. لا تحسبوه شر لكم، یعنی یک گروپی از شماست، منافقین است اکثرش. بعضی مؤمنین هم که در تحت تاثیر از اینا قرار گرفتن. واقعا همینطور است. یکم دفعه یک دروغ شایع میشه درباره یک مؤمنین که اینا تو مردم است، نه تهمت میشه به بالاشان، اینا خراب هستن، اینا آدم کش هستن، اینا اینطور هستن، یک تهمت میشه. باز کافرها اصلا می تهمت ها را زمزمه کرده میرن. باز مؤمنین که ببینین در تحت تاثیر از اینا قرار میگیرن، اینا هم گفته میرن. نباید این گپ باشد. تا که مؤمن ندیده در برابر در ارتباط برادرش یک گپی را نباید که این کار انجام بده و این بهتان بکنن. لا تحسبو، الله می فرماید که این یک جماعت منصوب به شما است، خود گمان نکنین این امی افکه، امی بهتانه، امی دروغه، امی بهتان زنا را، تهمت زنا را شر لکم، شر از برای خودتان، یعنی این را به شرتان فکر نکنین که کام مطلق شر باشد. اگر که در امتحان است، بل هو خیر لکم، بلکه اینمی تهمتی که به بالای ام المؤمنین شده بهتر است. لا تحسبوا شر لکم، خطاب برای کل مؤمنین است، نه لکم. نگفته که لا تحسبوا شرا لها، عایشه برای عایشه نه، لکم چرا گفته؟ به خاطر که عایشه برای کل مؤمنین ارتباط داره. الله در سورة احزاب می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و زنهایش که است امهاتکم، مادرای شما است، و نساء امهاتکم، زنهای پیامبر مادر شماست، و ازواجه امهاتکم، مادر خانمهای رسول الله صلی الله علیه و مادر شما است. توجه شدین؟ اینال از اینی الله می فرماید وقتی که مادر است، عایشه خو مادر ماست، این با ما ارتباط داره، تهمت با او مثل که تهمت با مادر مؤمنین کردن است. به خاطر الله میگه که گمان نکنین که بشر شما مؤمنین باشه، کل مؤمنین میگه. و در این غم اکثریت مؤمنین هم شریک بودن، نام جگرخون بودن که چی گپ شده، چرا این تهمت شده. اکثریتش خفه بود، غیر از یک 3-4 نفرش در تاثیر قرار گرفته بود مؤمنین. منافقین آن خوشحال بودن. بل هو خیر لکم، بلکه واقعه و حادثه تهمت به بالای مادرتان خیر است بر شما. خیر چطور است؟ کسایی که خانواده عایشه و اینا صبر کردن، مؤمنین صبر کردن، الله برشان اجر داد. دیگه بسیار درجات داد برشان. دیگه ای که بر براءتش آیات ها نازل شد، و دیگه این که مؤمنین از منافقین جدا شد و مؤمنین ضعیف الایمان معلوم شد. کی ضعیف الایمان است، کی منافق است، کی مؤمنین واقعی است. اینمی یک امتحان که میاد با معلوم میشه، بلکه این به خیر شماست، یعنی عاقبتش به خیر بود. خصوصا با عایشه و فامیل رسول الله صلی الله علیه و و فامیل عایشه که ابوبکر صدیق است. بعد از الله می فرماید که لکل امرئ جزای زیاره بیان میکند، برای هر شخص منهم از اینها ما آن جزای است اکتسبه که کسب کردن من الاسم از گناه، یعنی هر فردی که بهتان کردن جزای خدا ندارن. و او جزای از اینا باز احادیث میاد که به درجه حسن است. امی کسایی که بهتان کرده بودن اونا را رسول الله صلی الله علیه و حد قذف به بالایشان تطبیق کرده، 80 دوره زدگی است. حسان بن ثابت هم مستح و حمنه را خیاشنیش کرد، حمنه بنت جحش دختر جحش، این را 80 دوره زدگی است. خاطر گفت بیارین یه تهمت کردین خیلی شاید بیارین، زیرا اینجا حکم هم نازل شده بود.
و در دوره زدن عبدالله ابن ابی اختلاف است. در یک روایت میگه دوره اورام زدگیست 80 دوره، در دیگر روایت میگه نه زدگیست به خاطر کنج یک مشکلات وجود داشت و اوی تو شایع کرده بود که علنی معلوم نبود، تمو تو پت و پنهان کار میزد. اینا که بودن علنی گپ میزدن. کافرها که هست از یک منبع میگه نه منبعش تو معلوم نمیباشه. مثلا تلویزیون ها را ببینین میگه اگه بگوی برای تو کی گفت میگه معلوم نیست، او یک منبع را میگه او دیگه آخر ریشش را پیدا نمیکنه، ریشش معلوم نیست گدوت میباشه، گمان برده میشه که اینی است، یقینی نمیباشه. ای خاطر را دوره نزده. والذی تولا کبره، آن شخصی که متولی شد یعنی انجام داد کبره و بخش بزرگی تهمت، منهم ازمی کسا ازمی تهمت کننده ها که او کی است؟ له عذاب عظیم، از برای او عذاب بزرگ است. کو کی است؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول. در حدیث بخاری میاد که عایشه رضی الله عنها میگه که والذی تولا کبره عبدالله ابن ابی ابن سلول است، کسی که همی بخش بزرگی تهمت انجام داده بود از جمله مؤمنین که در جامعه ایمان زندگی میکردن عبدالله ابن ابی بود. الله میگه از برای این عذاب بزرگ است. عذاب بزرگ چی را میگه؟ آتش هم میگه. و همون طور هم شد که عبدالله ابن ابی ابن سلول به ایمان از دنیا رفت، کافر رفت از دنیا. خب بسیار گناه کرده بود، یک گناهش هم تهمت. الله اینمی تهمت از این سبب خلود دائمی آتش برش جور کرد که بر همیشه در آتش بانه. و هر کسی که امروز هم امی گپ میگن اینا را هم الله ایمان نصیبشان نمیکنه. کسایی که عایشه رضی الله عنها را حالی هم تهمت میکنن به نام مؤمنین هستند، خب منصوب به سوی ایمان هستند، منصوب به سوی جامعه ایمان هستند، خدا نسبت میتن. و کسایشی که امی گپ میگن متاسفانه که هستند در این قرن و شاید تا قیامت هم بانه، اینها هم جزایشان عذاب بزرگ یعنی به ایمان از دنیا رفتن. و ما میبینیم خب که همین تو شده رئیس همین مردم ها را که باید پسان در کتابتان هم بیان کردگیست. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. در این آیت الله می فرماید که چرا وقتی که شما این را شنیدین لولا ظن المؤمنون والمؤمنات، چرا گمان نکرد مردهای مؤمن و زنهای مؤمن وقتی که شنیدین این را چرا گمان نکردن به انفسهم خیرا، به نفسایشان خیر. سعی که در اینجا در ظاهر آیت یک اشکال است، نه یک سوال است. الله میگه چرا وقتی که شنیدین گمان خیر به نفستان نکردین؟ ولی یا خب به بالای از اینا تهمت نشده بود، به نفس خود چی گمان خیر کنید؟ سوال جوابش اینجا نفس به معنای جنس است، یعنی به برادرایتان مؤمنین که است با یک دیگرش اهل ایمان، کسایی که عقیده توحید دارن و ایمان دارن، اینا مثل یک جسد هستند، مثل یک نفس هستند، مثل یک پیکر هستند. درد یک مؤمن درد همه مؤمنین باید باشه، خوشحالی یک مؤمن خوشحالی همه مؤمنین باید باشه. یک مؤمن دیگه خود تقویت میکنه، یعنی اشاره به سوی ازی میکند الله که مؤمنین و جامعه مؤمنین کلش یک وجود است، یک پیکر است، نباید از یک دیگر جدا باشند. به این خاطر الله میفرماید چرا وقتی که شنیدین مرد و زن مؤمن به نفستان، یعنی امی عایشه وجود شما است، این خو مؤمن است، چرا گمان خیر نکردی؟ چرا بدگمانی کردی؟ و چرا نگفتین که یک دروغ آشکارا است؟ یعنی یک وقتی که یک مؤمن مورد تهمت قرار میگیره و ما شما تا گناه زور ندیدیم، نباید این قبول کنیم، وجود ماست. ما وقتی که یک تهمت به بالای یک برادر ما میشه او را قبول کردیم، گویا که نفس خود ما متضرر ساختیم. بدنامگی یک مؤمن بدنامگی خود ماست. ولی متاسفانه امروز اگر یک مؤمن در جای بناحق بدنامش میکنه، کلگی سر از او خوشحالی میکنه. تو خدا بدنام کردی. یعنی شما میبینید که چقدر افتراء است با بالای مسلمان ها، نه؟ گاهی تندرو میگن، گاهی افراطی میگن، گاهی بنیادگرا میگن، گاهی وهابی میگن، گاهی پنجابی میگن، مختلف تهمت هاست، نه؟ گاهی عقب مانده میگن. این دیگه هم که است، دیگه اکثریت مسلمان ها میگن میطور است، یا این گروپ های تندرو هستند. پس پیش خود نه باد کده میرن.
تو خودت متضرر میسازی. و در این بار حدیث بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. صفت مؤمنین، مثل المؤمنین، صفت مؤمنین فی توادهم در دوستی با یکدیگر و تراحمهم در مهربانی با یکدیگر و تعاطفهم در همدردی و غمشریکی با یکدیگر كمثل الجسد الواحد مثل یک جسد، یک پیکر واحد است. کل مسلمان ها، هر کسی که ایمان داره در هر جای دنیا که است یک جسد است. تو نشه که زبان جدایت کنه، قوم جدایت کنه، قوم سمت جدایت کنه، جغرافیا جدایت کنه. اینطور نیست. این کافر است که ما را جدا کرده است. یعنی مؤمنین یک پیکر است، یک وجود است. باید جغرافیایش هم یکی باشه. متاسفانه ما شما را تقسیمات کردن. ما رو میگن افغان، از ترخم کیس شدی میگن پاکستان، از ترخم میز شدی افغان هم کابله و افغان میگه، اوسو شدی ایران میگه، ایت شدی تاجیکستان. یعنی کلش مؤمن است. ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان، اینی تو مختلف جغرافیا جور کرده. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه مثال مؤمنین، صفت مؤمنین در محبت، در مهربانی با یکدیگر، در غمدردی و غمشریکی مثل یک جسد است. وقتی که در جسد انسان یک عضوش دردمند شود، شکایت کند، تداعی له سائر، تماما جسد چی میکنه؟ شکایت میکنه. بالحما، حما یعنی تب میگیریش، چشم درد شوی کل بدنت سرخ میگرده، تب میگیره. و سر بیخواب میشه، چشم درد شوی، گوش درد شوی کل بدن درد میکنه، بیخوابی برات میاد. و همین قسم سر درد شوی، اگر دندان درد شوی نه کل بدن تب میگیره، یعنی خواب نمیبره انسان. یعنی می قسم اگر یک جماعت مؤمنین در یک جای سرش غم است، کفار سرش غم آورده، مصیبت آورده گیست، بمباردش میکنه، میکشه یا بندیش کرده، کل ما و شما باید در درد از او چی باشیم؟ شریک باشیم. باید ما شما را شب خواب نبرم، باید تب باشیم، تب ما چطوری برادرای خدا نجات بدیم. ولی ما شما اونجا دیگه در غم، در مصیبت، ما شما قرار نان خدا میزنیم، بیغم چکرای خدا میزنیم، نقصه دیگه نیستیم. نه میگیم خدا ما بخشا و فامیل ما گومش که اون فامیل ما خوارام است. یه خو انمو شاعر سعدی نه، سعدی شیرازی که همو که شعر خوانده که بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن، در تحت این حدیث است و هدفش از بنی آدم مؤمنین است. خب چو عضو بدر آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک عضوش دیگر مصیبت میگه آمد، دیگر عضوش قرار نمیماند. باید میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، اگر تو از مهنت و مصیبت دیگر مسلمان ها بیغم هستی، نشاید که نامت نهن آدمی، نباید نام تو را آدم بانند. تو انسان نیست. تو چی هستی؟ حیوان هستی. میگه این کسی که میگه خدا خود ما بخشا و فامیل ما و قوم ما و مملکت ما و نه، این خو حیوان شد دیگه. چی کنیم ما دیگر آره؟ ما خود ما آرام باشیم. نه ماشاءالله نانم میآید همه چیز. دیگه مسلمان ها در مصیبت من چی به دیگر ها؟ ایرا همو شاعر چی میگه؟ میگه ایرا آدم نگوی، این حیوان، این آدم نیست. این حال مسلمان ها مثل یک پیکر و یک جسد است. الله میگه که لولا اسمعتموه لولا ظن المؤمنون بانفسهم خیرا. چرا گمان به نفس؟ یعنی این خود نفس شما یک نفس هستین، یک وجود هستین. و حدیث دیگه بخاری است که رسول الله میفرماد المؤمنون کالبنیان، مسلمان ها مثل یک آبادی است، یشد بعضهم بعضا، محکم میکنند بعضش بعض دیگر را، و شبک بین اصابع ایتوکا، یکیش دیگه خود محکم میکنه. همیال این کافرها که ما شما را ذلیل کردنیم، محتاج کافر هستیم، یعنی برق بته، نان بته، او بته، او میگه میرم، ما میگم نه نرو، از گشنگی ما میمریم، نمیمانیمش که برا. نه کل ما محتاج هستیم، نه که در کدام مؤسسه کافر وظیفه پیدا کنیم. کی کمکای از این کافرها با ما میرسه؟ کی سرکای ما را جور میکنه؟ اینمی احتیاج ما، اینمی ذلت ما است که ما شما یک وجود، یک پیکر نیستیم. یکی دشمن دیگه است، یکی دکله دیگه میزنیم. نه پاکستان دشمن افغانستان، ایران دشمن اردوش،
تاجیکستان دشمن هر سیش، عربستان دشمن هر چارش، این میتو یکیش که دیگه زده رایسته. کافره این قسم است. پیمان اتحادیه اروپا نه؟ اتحادیه جور کرد کافر. پیمان نظامی ناتو. تمام کشورهای غربی کفری امریکا و اروپا یکی هستند. یک وجود هستند. با یک صدا حمله میکنن سر مسلمانان. اما تو هست یا نه؟ مسلمانان چیست؟ یکیش در کله دیگه خود زده رایست. 2 ماه بعد 3 ماه بعد میبینی در مرز پاکستان افغانستان جنگ یا در مرز ایران. عربستان که آنها مسلمان هست آنها میبینین که حتی در قصه ما شما نیست که ما در کدام غم هستیم. ما فقیر هیچ نه کمک هست نه دیگه هست، در قصه ما شما نیست. همین قسم کویت و بحرین و قطر همین کشورهای عربی حتی یک عمره هم به ما شما نمیمانه. با کل یک عمره است با افغانا گفته تا که جوانش 40 ساله نشه از عمره رفتن نمیتونه. عذابش سر ما و شما مسلمانا، مصیبتاش کل سر ماست. این ما شما پراگنده هستیم. این بسیار گناه کلان است. مشکل باشین که به خاطر قوم و زبان که کسی دشمنی نکنید. زبان در اختیارت نیست، الله پیدا کرده است. ما شما را رنگ این به اختیار ما نیست، الله ما شما را یک رنگ میتونه. سمت و جای به اختیار ما شما نیست، قد و قواره به اختیار ما شما نیست. چی مطرح باشه؟ ایمان، عقیده و عمل. هر کسی عقیدش قرآنی است، مطابق وحی است، عملش مطابق وحی است، اونم برادر ماست. دلش که روسیه است، دلش چشمش سبز است، دلش افریقایی است، دلش کدام سمت است. مثلا ما شما میبینین که وقتی که پیدا میشیم الله است که ما را در یک جای پیدا میکنه، به اختیار خود است. اگر ما در اختیار خود باشیم الله به ما بگوید که من تو را پیدا میکنم، کل کشورها را به ما نشان بده، انتخاب بکن. انسان ها را هم نشان بده، اینی چشما، اینی رنگی قواره، کشورها را هم نشان بده، زبان ها را هم نشان بده. پیش از پیدایش کسی می افغانستان انتخاب میکنه؟ دیگه چی است میگه؟ نه پیسه، نه دنیا، نه دین است، نه هیچ چیز نیست. بدبختی است، زدن و کندن است، آدم کشی است، خلاص. هر کسایی که ایمان داره میگه مرا در عربستان پیدا، چشمای خوب زیبا را فرمایش میته، رنگ خوبه، قد بسیار خوبه فرمایش میته، و جای خودم اونجا زبان هم میگه عربی باشه. همونطور است یا نه؟ ولی الله ما و شما را او را در تخار پیدا کرد، او را در قندار پیدا کرد، او را در پکتیا، او را در وردک، او را هم در قندوز، دیگهش در بدخشان، دیگهش هم در پنشیر، دیگهش هم در کابل. این کار الله است. اینا در کجا پیدایت میکنه؟ الله میکنه. اگر تو که جای کسی دشمنی داری با الله دشمنی داری، دشمن الله است. این صفت یهود بود که با جای مکان افتخار میکنن. جای ما از فلان جاست، جای ما خب اختیار ما نیست. اگر با رنگ کسی دشمنی داری با الله دشمنی داری، رنگ در اختیارش نیست. یکم تو می قواره زیر سک و سیاه، زغال واری سیاه، بسیار قوارش بدم میاد، نه؟ چشمای زیر سک میگه، بینی زیر سک، ولی چشم و بینی کی به اختیارش است؟ قواره کی به اختیارش است؟ او را الله متو پیدا کنه. زبانش میگه بدم میاد، نه؟ زبان زیر سک، خودش که یک زبان داره دیگه زبانا را بد میبره. اگر پشتو فارسی را بد میبره، اگر فارسی پشتو را بد میبره. او میگه نان که دوده گفت بدم میاد، میگه دوده که نان گفت بدم میاد، نه؟ این خود زبان به اختیارش نیست. با زبان کسی دشمنی داری، با الله دشمنی داری. همونطور است یا نه؟ مشکل باشه. با سمت، در کدام سمت؟ الله ما را در این سمت او سمت، با دیگه افغانستان هم 2 سمت جور کرده. این رو الله پیدا کرده. اینال دیگه پا مشکل باشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معززترین شما پیش الله متقی ترین تانه. اولین درجه تقوا عقیده است، توحید است، دور بودن از شرک است. بعد از او احکام الله، کل اسلام در زندگیت باشه. یک کسی خوب اسلام عملی کرد، خدا کنه که از امریکا باشه، از عربستان باشه، از روس باشه، او برادر ماست، او بسیار با ما نزدیک است، او پیش الله عزت داره. حتی در علم هم نیست، علم عظم که در عمل، یک کسی که عملش بالاست اونو پیش الله درجه داره.
و رسول الله هم گفت که خبردار لا فضل لعربین علی عجمین، عرب با بالای عجم برتری نداره، عجم با بالای عرب الا بالتقوا، مگر به تقوا پرهیزگاری. و می فرماید در حدیث دیگه لیس منا من دعا الی العصبیه، کسی که به عصبیت دعوت میکنه جمله امت من نیست، تابعداران نیست، این سرکش است. کسی که به قومیت دعوت میده، حال خیل میگن او زی و فلان زی، او یک زی کت دیگه زی دشمنی داره و یک خیل کت دیگه خیل و یک کشور کت دیگه. این کلش مرضای کفار است، مرضای یهود است، در وجود ما و شما داخل شده است. از این چیزا دور کنین مردم، خب دعوت بتین مردم به راه درست، خودتان هم دور شوین. سعی کنین. در اینجا الله میگه چرا وقتی که شنیدین شما ای مسلمانا ظن المؤمنون، چرا گمان نکرد مردهای مؤمن زنهای مؤمن به انفسهم، به نفس خودان خیر را، چرا گمان نیک نکردین؟ گمان خوب یعنی چی معنا؟ عایشه خوب وجودتان است، خوب مؤمن است، بدنامگی از این بدنامگی برای خودتان است، شما چرا این کار قبول کردین؟ خانم رسول الله صلی الله علیه و آله بدنام میکنی و در این خوشحالی داری، نه؟ این خورشی اسلام هم میکشی که تاور در ریشه خدا پای خود زده رایستی. و قالوا هذا افک مبین، چرا نگفتن که این یک بهتان آشکاراست، دروغ آشکارا؟ اینا اگر شما درباره یک مسلمان ندیدین گناهش، خب شنیدین؟ اگر گفتن کسی گفت این گناه است را تحقیق کو کمی گناه است، یعنی اگر شنیدی کمی طور است درباره از اون شایعه و پراگنی یا پارا نگو، تهمت نکو، بهتان نکو کی طور است. در افغانستان هم قسمی هست، خب کمی گفت بینی تا پشک برد میده و پشت پشک هیچ بینی رسایی نمیکنه که در اینجایش هست یا نه. حال تحقیق کنین. الله در قرآن میگه اینجا کن فاسقون بنبین، یک فاسق یا یک آدمی که بیخبر است یا خبر میاره فتبینوا، شما تحقیق کنین درباره یک کسی که دیدین آدم نیک است، کسی که یه گفت ردش کنه، نخواد، نه هرگز قبول ندارم. یک کسی برای ما آمد، یک عالم است، یک تهمت بیان کرد، من هیچ باور گفتم قبول نیست، قسم خورد گفتم با می قسمت قبول ندارم. گفت چطور قبول نمی کنی؟ قسم خورد. گفتم نه. تلفن کشیدم گفتم نمیال برش زنگ میزنم. و عالم ای تو متهم کرده بود که زن دوم گرفته ولی به طریقه نامشروع. من گفتم این کاره خو زن دومش خو صحیح است ولی به طریقه نامشروع چرا بگیره؟ زنگ زدم برش گفتم مولوی صاحب، استاد، شیخ، شما زن دوم گرفتین؟ اولی تو گفتم. باز گپ دیگهش خنده کرد گفت که من یک دانه را نان دادن نمیتونم، دومم میگم. گفتم سعی یام چشمش حیران مان. گفتم من خائن کذاب، تو افترا کردی با بالای زی عالم؟ گفت من تا بالای زن دوم خبر نیستم. گفت کسی پیدا کرده باز بگو که من خواستگاری کنم. خبر نیستم. گفت اگه کسی پیدا کرده باز من فکر میکنم ولی فعلا خو ندارم. و ارادهش هم نکردیم. من گفتم خب گفت چرا سوال کردی؟ گفتم تو را میگن زن دوم گرفتی بازورم به صورت نامشروع. گفت استغفرالله. گفت ما تابان فکر زن دور نکردیم، بازورم به طریقه نامشروع چرا بگیرم؟ گفتم یک کسی بهتان کرده بود من قبول نکردم. گفت اول به خودش زنگ بزن. گفت الله بر تاجر بده. این آدم وار خطا شد، یعنی یک دروغ. باز رفت گفت نه اون نیست، یک تای دیگه است. اما دیگر هم که دیدیم همون قسم نبوده. اما دیگه هم زن گرفته بود ولی اون قسم نبوده. او را هم باز دیدم، ما او را هم تحقیق کردم. گفتم سعی که چقدر مردم هیچ وقت درباره یک کسی که انسان نیک است و شهرت به نیکی داره به خوبی داره، اگر گفتن فلانی توست قبول نکن. بگو نه اگر شنش که تمثیلی دادانش چوب دان تبسته کن، این گپاره نگو. اینا سعی کنین عزت یک مسلمان عزت کلش است. درد یک مسلمان درد کل مومنین است. نباید بدنامگی یک دیگه خود خوشحال باشه. ما شما یک دیگه خود بدنام کرده قرار خوشحال می باشیم. این نواقص یک دیگه را بر اصلاح بگویم که این نواقص در وجود است، خود اصلاح برادرم است، میخوایم اصلاح شد. لولا جاءوا علیه باربعة شهداء فإن لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون. پس در اینجا درس اول چی است؟ یا میگه به چند درس شامل است؟
اول اینکه در حق هم فکران و هم عقیده خود بدگمانی نکنین و این سخن را باید به زبان نبیاری، باید ردش بکنید. اینجا واقع را آوردگی است. درس دوم جنبه زجر دارد. چرا که شنیدین گمان خیر نکردین؟ نه، در کتاب درس ها را بیان کرده رئیس. در آیت الله چی میفرماید؟ چرا ناوردن به گپ خدا 4 شاهد؟ یک کسی را متهم به زنا میسازه 4 شاهد بیاره. تا که 4 شاهد ناورده، الله میگه اگر شهدا را ناورد فاولئک عند الله، ای به نزد الله دروغ گوید. اگر که در حقیقتش راست باشه ولی اون مهم نیست، پیش الله دروغ گوی است. اگر شما یک کسی را دیدین یک عملی زنا را کرده، تنها دیدش، یک نصیحتش بگو این کارا رو نکن. کار شدی یک چند تا سیلی و یک چند چوب دیش، چند دانه چوب بزنش بگو دیگه این کارا رو نکنی. اما این تو نگو که تو کار کرده بیست. اگر شایع کردی باز اونجا باز 80 دره زده میشه. خیر، از یک کسی را دیدی نگو که این کار کرده بیست. آی خرابکار است، نصیحتش بکن. یک گپ است، اگر میفهمی که این آدم خطرناکه، در جای میره که یک کسی ارتباط گرفته و او سر از اعتماد کرده، همه بگو که از این آدم میذاره خدا حفظ کو، معتمد نیست. یه تو نمیگو مقصد نه او تهمت با بالایش نکنی، او با خاطر نجات دیگران، در غیر از او شایع نکنی گپ. اینا الله میفرماید اگر کسی یک عمل انجام میده و تو میبینی 4 شاهد نیست، این پیش الله دروغگوی است. اگر که در حقیقت واقعیت باشه، پیش الله دروغگوی است. فاولئک عند الله، نگفت فاولئک هم الکاذبون، فاولئک عند الله، پیش الله دروغگوی است، زیرا در تهمت زنا 4 شاهد بکار است. از این چی فهمیده میشه؟ یک برادر خود در کار زنا دیدیم، باید در محکمه راپورش ندیم که زنا کردگیست، به خاطر که اینجا 4 شاهد بکاره و تو 4 شاهد که نداشتی با 80 دره زده میشه. اینجا نصیحت پنهانی برش میشه که دیگه این کارایت نکنی. خیلی چند سلیام زدی شخصی بزنش برو بگو دیگه نبینیم که کارا رو بکن، ولی به دیگران نگو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم. الله میفرماید اگر فضل الله به بالایتان نمی بود، رحمت الله در دنیا و آخرت بر شما در آن چیزی که شما بهتان کردین، افضتم یعنی داخل شدین، شما بهتان کردین، عذاب بزرگ می رسید. اینجا فضل و رحمت الله بود که از عذاب الله نجات پیدا کرده. باز هم سعی کنین کسایی که تهمت کرد الله باز سرشان رحمت کرد. چقدر الله مهربان و صاحب فضل است به بالای مؤمنین. الله میگه در دنیا هم عذاب میرسید، در آخرت هم میرسید. یعنی کل مؤمنین در عذاب مبتلا میشدن. تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم. تلقونه وقتی که تلقی چی نمیگه؟ گرفتن به زبانایتان. الله میگه یکی به زبان دیگه میگه په نقل میده که عایشه خانم رسول هم یک منافق به دیگه او به دیگه او به دیگه. چی معنا؟ میگه وقتی که را میگرفتین شایع میکنین به زبانهایتان. عایشه رضی الله عنها میگه تلیقونه، تلیقون به معنای دروغ میگه، یعنی با دروغ به زبانها شایع میکنین. به زبان الله چرا میگه؟ حقیقت نداشت، صرف در زبان بود، صرف در زبان همی تهمت‌ها جاری بود. یعنی میال امسار مومنین همی تو تهمت میکنه که به زبان دیگه جاری شده رئیس، زبان به زبان، زبان به زبان، حقیقت نداره. و تقولون بافواهکم، میگفتین به دهانهایتان ما آن چیزی را لیس لکم به علم که پیش شما علم یعنی دلیل یقینی نبود، از حقیقتش آگاهی نداشتین. آگاهی چی معنا؟ یعنی وحی وجود نداره و به چشم ندیدین، 4 دانه شاهد هم نیست، از کجای گپ میزنی؟ یک چیزی را ندیدی، یک چیزی را ندیدی و 4 دانه شاهدایی که عادل باشن، مؤمن باشن، فاسق نباشن، اونا هم شاهدی نداده، از کجا گپ میزنی؟ اونا هم کسایی که با چشم دیده باشن، چشم دید و خدا عادلا باشن. اینجا الله میگه به زبان ها میگرفتین و به دهن هایتان میگفتین، حقیقت نداشت، به دهن میگفتین آن چیزی را که به او آگاهی و علم نداشتین. یعنی چی معنا؟ اشاره به سوی عزیز که این واقعیت نداشت و این دروغ است، این تهمتی که به بالایش شده. و دیگه ای که و تحسبونه و هینن، شما گمان میکنین که گناه کوچک است تهمت کردن؟ این گناه کوچک نیست،
این تهمت با بالای مؤمن آبرو عزتش از بین بردن، این کلام گپ است. این را خود ضربه میزنی تو مسلمانا. مثلا یک مسلمان است با کافر دوستی نداره، نه که کافر دشمن است و ظاهرش هم میبینیم که دشمن کافر است. باز چی میگم؟ این دوست کافر است. از کجا میگی دوست است؟ سیاست میگه اورا میگه که پشت پرده دیگه گپا. پشت پرده را تو دیدی؟ نه. خب همین گپا شنیدیم. رسول الله صلی الله علیه و آله کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کفایت میکنه به یک مؤمن دروغ این که بیان کنه هر چی که میشنوه، هر چی که میشنوی و بیان کرده برو دنبال روی از او را بکن. بسیار خوش کرده باشه. در یک موضوع آگاهی نداری، اقلش سکوت. چطور است مردم درباره اینا این طور میگن؟ من نمیفهم. چه خبر؟ تو شما باور نکنه؟ نه تا که بگو من یقین با من این گپ نرسیدم، من ندیدیم. شاهدای عادلم پیش من آمده که شاهدی بده، پس من این باره گپ نمیزنم. شما این گناه را کوچک فکر میکنین، این تهمت و هو عند الله عظیم، و این پیش الله بزرگ است، بزرگترین گناه است. الله میگه بزرگترین گناه کبیره است تهمت کردن. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. در اینجا الله ایره میفرماید که چرا وقتی که شما شنیدین این بهتان قلتم، چرا نگفتین ما یکون لنا ان نتکلم؟ جایز نیست برای ما که صحبت کنیم. حتی یک تهمت که میشنوی دانت بسته باشه، گپ هم نزنی دربارش، گپ نزنی تا که نفهمید اظهار نظر نکنی. این تو بگو که من فکر میکنم که مردم این گپ میگن ولی ما از این بدی ندیدیم، به نظر ما اینا مردم خوب است یا اینمی انسان خوب است. تا وقتی که ما ندیدیم کدام گناهش و من گپ نمیزنم. زبانت بسته باشه، بس گپ نمیزنم. ما یکون الله، جایز نیست که ما صحبت بکنیم بی سبحانک، پاک استی تو یا الله، هذا بهتان عظیم، یک بهتان بزرگه. یعنی درباره خانم رسول الله هم شنیدین، چرا نگفتین این بهتان دروغ شده، عظیم بزرگترین بهتان. یک کسی که صفوان آمد به امرای عایشه ندیده ندیگه و هم صحابی هم پاک دامن، شما وقت این بهتان شایع کردیم. در اینجا درس کتاب شما میگه درس ششم است که از این عمل الله میترسانه مؤمنین. یعظکم الله، وعظ میکنه شما را، میترسانه شما را الله، تخویفتان میته. ان تعودوا، یعنی الله تعوده که بازگشت نکنین، لمثلی، به مثلی گناه، به مثلی تهمت و بهتان، ابدا همیشه، تا که زنده است دیگه ای کار نکنین. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، یعنی ایمان از تو تقاضا میکنه که بهتان و تهمت نکنی تهمت. بسیار کسا را دیدیم تهمت میکنه، این مولوی ها که مولویش تهمت میکنه. مولوی خودش مولویست، یک گپ شنیده تهمت کلمه میره. بسیار شدیدیم تهمت میکنه که تو راست. یکم دفعه کسی سر یک گپ بندی هم میشه، حقیقت نداره، نباید تو باور کنی. مثلا یوسف علیه السلام در بندیخانه بر چی انداختن؟ جرمش چی بود؟ شایعه کرد زلیخا و خودم حکومت مصر که زنا کرده با خانم وزیر، زنا کرده. اینمی تو شایعه کرد. با جرم زنا یوسف پیامبر در بندیخانه بود یا نبود؟ اون شما خوانده بود، ولی در حالی که زنا نکرده بود. نه، پیامبر معصوم است. او دعا کرد که یا الله به خاطر نجات از زنا بندیخانه میخوای، بندیخانه باشم ولی که دی زنا نکنم. او بیچاره بندیخانه رفت، مظلوم بیگناه، ولی جرمش در دوسیهش نوشته شده بود زنا با فلانی. نقد دوسیه سرش جور کرد، دوسیه تا میاره میپرتم خلاف است. دیدی ایره بازی چی میگه؟ خب همیز دوسیهش داخل از او را بخوان چی هست؟ هیچ چیز نیست دو، دروغ است، کلش دروغ جور شده. برو و آدم پرسان کن، شواهد تبیر کی دیده ای گپا؟ باز میگه که ویدیویش داریم ولی تو میشینه حالا ویدیو را بیار با من ببینم. دروغ است، جور کردگی است، چیه؟ شواهد داریم، شاهدای دروغ است.
اینجا شاهدان در بغل محکمه خواه هستن پو دریا هر کی که میاد شاید 8 تا میده اونو برین در بغل پل باغ عمومی سعی کنید 7 تا شاهد افتیدگیست شاهد فلانی دویده میاد سر هر کس با شاهدی میده اون هر کس که آمد نمی شاهدی شونم 4-5 تا پیسه خور هستن اگر که کس شاهدی هم داد بفهمی که نه تحقیق بکار سکوت کنی خب در ویدیو شاهدی داد در غیر از اون خودت تگوره میبینی تحقیق کنی چه کاره است یکم دفعه شاهدام جاسوس میباشه جاسوس از جاسوس میاد سر شاهدی میده الله میگه شما را حکم میکند الله بازگشت نکنین اگر ایمان از سوی تقاضا میکند تومت این گپا خوش کرده باشه و یبین الله لکم آیات بیان میکند برای شما آیات ها را شما نه اینجا الله میگه که احسان خدا آیات احکام واضح بیان کرده تا که به چشمت ندیدی حتی آیت دیگه است نه در سورت بنی اسرائیل ما شما خواندیم ولا تقفو ما لیس لک بعلم تابعداری نکنی آن چیزی که با تو با او علم نداری به حقیقتش نرسیدی چرا ان السمع والبصر زیرا گوش چشم والفؤاد قلب کل اولئک کان عنه مسئولا کلش مسئولیت داره قطاده میگه که تابعی است مفسره یک چیزی را ندیدی میگی دیدیم یک چیزی را نشنیدیم میگی شنیدیم نه یک چیزی را سرش فکر نکردیم میگی فکر کردیم بسیار گناه کلان از این سوال میشی الله جزایت میده حتی حسان ابن ثابت که اینمی گپا گفته بود عایشه رضی الله عنها میگه که وقتی پیش آمد گفت که اجازه میخوایم وقت مرگ عایشه بود عایشه اجازهش داد دیگه صحابی گفت اجازه میتی خود اومد کردم گفت الله ایره جزا داده در دنیا چشمش گرفته بود کور شده حسان ابن ثابت عایشه گفت الله ایره کور کرده با جایی که صحابی بود چون که تومت کرده بود دمی تومت فریب خورده بود جزای زور الله داد عبدالله ابن ابی بن سلول بیمان از دنیا را دیگراشون هر کدامشان یک جزای خدا در دنیا دیدن والله علیم الله عالم است حکیم صاحب حکمت است یعنی الله میفهمد به این گپا و در این حکمش حکمت ها و فواید است شما نمیفهمید دیگه همی تومت ها کس وحدت ما را از بین میبره دشمنی ایجاد میشه وقتی که من پاک هستم تو مرا گناهگار دشمن الله معرفی کردی ما چی میشه بالاخره زدنک میشه وحدت مؤمنین از بین میره محبت از بین میره بغض عداوت پیدا میشه حالا درس هفتم چیست در کتابتان میگه کسایی که تهمت و افترا میکنن بی حیایی را در جامعه مؤمنین نشر میکنن از برای از اینا عذاب در دنیا و آخرت است ان الذين بدون شک کسایی یحبون دوست دارند ان تشیع الفاحشه تشیع شایع پخش و نشر کسایی که دوست دارد که فاحشه بی حیایی تهمت زنا در جامعه مؤمنین پخش و نشر شود بی حجابی فی الذین آمنوا فی الذین آمنوا اشاره به سوی چیزی کسایی که کارا میکنن اینا مؤمن نیستن کسایی کوشش میکنن که در جامعه مؤمنین بی حیایی بی حجابی تهمت زنا گپا نشر پخش شود لهم عذاب علیم از برای از اینا عذاب دردناک است فی دنیا و الاخره در دنیا و آخرت در دنیا هم الله جزایش میده در آخرت یا از عذاب دنیا هم نجات ندارن سعی کنین ما شما امروز میبینیم نه کمی کسایی که بی حیایی را نشر میکنن کیستن بی حجابی را یکی همی دکاندارایی است که همی لباس بی حجابی را میارن نه لباس های بی حجابی چه قسم اویزان کرده است این میام بی حیایی جزای زیار الله در دنیا و آخرت میده چرا همی لباس آوردی او لباس حرام است فروختنش چند است قیمتش 5000 10000 یک لباسی که در او بی حیایی بدن پد نمیکنه قولای شاملو چه است و یخنش یک سفیدی داره یک بغلش کشال است یا می لباسای پنجابی را میاره این نازک بدن معلوم میشه خیاطایی که می لباسای تنگ و گپا را میدوزنی جزای زیارم یا به حیایی را نشر میکن باید خیاط بگه اگر لباس کلان صحیح را میکنی خوب نمی برو من خیاطی تو را نمیکنم و کسایی که مراکز فحشا را اجازه میتنی زنا و اینا را جزای زنا هر کی است اگه حکومت است یا فامیل است یا هر کسی که است کلان قوم است وکیل منطقه خبر داره که در اینجا فاحشه‌خانه است چیز نمیگه جزای از اون یا کتش دست داره پیسه میگیره به ما پیسه بیار یا امیر حوزه است قماندان امنیت خبر داره که اینجا فاحشه‌خانه امنیتش گرفته چی میگه با ما پیسه بیارین حالا
این که است اینمی خوش داره نه گپار در دنیا هم جزاز برش در آخرت هم. و یا اینکه کسایی که بی‌حجابی را نشر میکنن، بی‌حجابی لباسای چسب دریشی ها را میپوشن و میگردن، نه اختلاط در پانتونا و اینجا شما میبینید، نه دخترایی که بی‌حجاب بی‌حیا از برای این عذاب دنیا و آخرت. تلویزیون ها را شما میبینید، نه تلویزیون ها طلوع است و خورشید است و یک است و اینمی تلویزیون های فحشا و بی‌حیایی، ستارای افغان، رسوایی افغان، شرم افغان، خجالت افغان، نه یا چند تا عیاش بین المللی میاره اونجا خواندن کده میره، دخترای بی‌حیا رقص کده میره، اینا نشر میکنن. نه از تاجیکستان فاحشای بین المللی را میخوان کنسرت میتن و جوانای بیچاره را کل چشماشون اینو تو دارن میشه، کل اینا را با فحشا و اینا دعوت میتن. از برای از اینا عذاب دردناک است. چشما دونه موجه در شوای عید و شوای نوروز و شوای بنام سال نو، روز عید و روز خوشحالی، بازو بی حیا را یک مرد کتش میشونه شما چی بوده؟ این خنده است، قصه است، چی بی حیا است. نه الله میگه کسی که را خوش داره یا کسی میبینه فامیلش بی حجاب و چیز نمیگنه، خوش است که می دخترش همی تو بی حجاب برای خانمش همی تو بی حجاب برای دیگه در فتنه پرته، از برایش عذاب دردناک یا دوساست. رسول الله صلی میگه که لا يدخل جنت دیوس روی جنت نمیبینه. 3 نفر است میگه الله به طرفش نظر نمیکنه در روز قیامت، نظر رحمت، یکیش دوس است، اینا دوساست. یا در اخبارها همی تو چیزای لچه نشر در مجلات نشر میکنه، در رادیوها قصص نه آهنگهای فرمایشی زنگ میزنن، بازو قصه میکنه خود تو از کجا زنگ زدی چطور شد قصه کو خنده کو قصه کو خنده کو اینی گپا. حیران میمانی که می دخترای بی حیا پدر دارن یا نه، برادر دارن یا نه، اینا مرد هستن یا نه، غیرت دارن یا نه. غیرت اسلام خونه سابق میگفتن غیرت افغانی، اما غیرت افغانی دارن یا نه؟ اسلام خو رفت نه، سابق یک غیرت افغانی بود. اینی می گپا کلی اینمی آدما از برایشان کسایی که دوست دارن که فاحشه بی‌حیایی در جامعه مؤمنین شایع شود، از برایشان عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. والله میفهمد شما نمیفهم، الله می شما علم ندارید که چقدر ضرر عزیز زیاد است. اینا کی بودن که کار کردن؟ اولش منافق است. منافق کی را میگه؟ عبدالله بن ابی بن سلول، قلبا کافر در ظاهر مسلمان. اول منافق میخواه که می فحشا در جامعه مؤمنین پخش و نشر شد، توسط تلویزیون‌ها، توسط رادیوها، توسط اخبارها، توسط مجلات، توسط دکان‌ها و غیره. بعد از این الله میفرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمت، و اگر فضل الله به بالای شما نمی بود و رحمت الله نمی بود، حتمی عذاب به بالایتان می آمد، کلتان هلاک میشد. باید به خاطر جرم یکی کلگی هلاک میشه. و ان الله رؤوف الرحیم، و این که الله شفقت کننده و رحم کننده. این میاله گناهی که هست نه فضل الله و رحمتش نباشه ما تباه میشیم، کل ماش عذاب آسمانی میاد. میاله ما شما نه که باران میشه و آرام هستیم و زندگی ما چقدر فحشا و بی‌حیایی است. این فضل الله است، رحمت الله، شفقت الله است، مهربانیش است که ما را الله عذاب دنیا را نمیده، ولی از عذاب آخرت این تو کسان نجات نه. عذاب دنیا به این کسان میان مختلفه، یا در یک مصیبت، یا در یک مرض، یا در یک غم، یا اختطاف، در این چیزا گرفتار میشن. پس از این آیت ها درس هایش هم ما گفتیم و در کتابتان دروسش هم بیان شدگی است که تهمت کردن خصوصا به بالای المؤمنین و این ادامه داره. انشاءالله جزای از اونا را میگیم، کسایی که کار عالی میکنن چی جزا دارن. و حدیث بخاری را صبح بخیر براتون بیان میکنیم که در بخاری میاد که عایشه واقعی خود بیان میکند و بسیار چیز زیباست. خب تا همیشه درس ما شما بس است.